بریم که براتون یک داستان فوق‌العاده تعریف کنم و یک نتیجه ازش بگیریم که شما چطور میتونید در کسب و کارتون ازش استفاده کنید. یعنی افرادی که این نکته خیلی ساده رو بتونن درک کنن، فروششون حداقل 5 تا 10 برابر خواهد بود. البته به شرطی که کمپین رو هم درک کنن. داستان از دهه 1950 میلادی در آمریکا شروع میشه. سال 1950 میلادی، چند سالی که جنگ جهانی دوم به اتمام رسیده و کل دنیا در یک رکود عمیقی قرار داره و یکی از اصلی ترین بازارهای شرکت رنو آمریکا بود و آمریکا هم کم کم داشت وارد یک رکودی میشد و کم کم ماشین‌های رنو دیگه فروشی رو تجربه نمی‌کردن و شرکت رنو به یک نقدینگی خیلی سریع احتیاج داشت و نیاز داشت که ماشین‌هاش رو خیلی سریع بفروشه. برای همین اومد تا سقف 20% روی تمام محصولاتش تخفیف گذاشت و یه جورایی تمام حاشیه سود خودش رو از بین برد، ولی همچنان خریداری نبود. شرکت رنو خیلی تحت فشار قرار گرفت و نیاز داشت که هرچه سریعتر تعداد زیادی از ماشین‌هاش رو بفروشه. مدیران رنو جمع شدن و بعد از تحقیقات بسیار تصمیم گرفتن که از یک ترفند روانشناسی استفاده کنن. تصمیم گرفتن که یک تبلیغات گسترده راه بندازن و اعلام کنن که بعضی از خودروها و محصولات ما توی فرایند تولیدشون یک خش کوچکی برداشتن و هر کسی که سریعتر بتونه بیاد نمایشگاه‌های ما و این خش خطوط رو پیدا کنه بهش $500 تخفیف میدیم. حالا $500 حدود 60-70 سال قبل خیلی مبلغ بالایی بوده و خیلی از مردم مشتاق میشن که برن نمایشگاه رنو و این خط و خشا رو پیدا کنن. حالا قصدی هم برای خرید نداشتن، صرفا هجوم میبرن به نمایشگاه رنو و یک اتفاق خیلی جالبی میفته. خب واقعیت امر اینه که خیلی از خودروهایی که اون موقع ساخته میشدن و حتی الان ساخته میشن یه سری خط و خش‌های ریزی دارن و خیلی ریزه و با چشم خیلی دیده نمیشه. اصلا این موضوع جدیدی نبوده. اما وقتی این افراد این خش‌ها رو پیدا میکنن، شرکت رنو بهشون یه کوپن تخفیفی میده و اونها که این کوپن رو میگیرن با اینکه اصلا قصد خرید نداشتن، ولی خیلی براشون ارزشمند میشه، انگار یه چیزی به دست آوردن و برای همین خیلی از اونها تصمیم میگیرن که کلا خریدشون رو هم انجام بدن. چرا؟ چون یه حس مالکیت پیدا کردن، انگار خودشون به دست آوردن و اینجوری میشه که در مدت کوتاهی صدها هزار ماشین شرکت رنو میفروشه. ما از این داستان 3 تا نتیجه میخوایم بگیریم. نتیجه اول یک اصل فروشه که میگه هر چقدر مشتریان شما محصولات شما رو سخت‌تر به دست بیارن، براشون ارزشمندتر خواهد بود. کلا قانون طبیعته. انسان چیزی که سخت‌تر به دست بیاره براش ارزشمندتره و وقتی شما تلاش میکنی که یک محصولی رو به دست بیاری که اینها رفتن خط و خش پیدا کردن، کلی اونجا وقت سپری کردن، انرژی مصرف کردن، اون محصول اولا براشون ارزشمندتره. دومین اصل که ما خیلی در پیج بهش اشاره کردیم میگه what is focal is important. یعنی وقتی یک محصولی همه دربارش صحبت میکنن، تمام رسانه ها دربارش خبر مینویسن و تمام مردم هر روز دربارش میشنون، خود به خود همین که اسم اون شرکت شنیده میشه باعث میشه که فروش اون شرکت بالاتر بره. حالا درباره این موضوع خیلی بیشتر در آینده صحبت خواهیم کرد. اما درسی که میخوایم از این داستان بگیریم درس سومه، اینکه اگر میخواید تخفیف بدید یک دلیل به انسان‌ها بدید. این شرکت رنو اوایل میومد 20% روی تمام محصولاتش تخفیف میذاشت ولی باز هیچ خریداری نبود. چرا؟ چون هیچ دلیلی به انسان‌ها نمیداد و این سیگنال رو ارسال میکرد که محصول بی‌ارزشیه و هیچ خریداری نداره و به همین خاطر ما مجبوریم که اون رو ارزان‌تر بدیم که بره. خیلی وقتها شما ممکنه که دلتون بخواد یک فروش زیادی رو تجربه کنید و به همین خاطر میایید تخفیف میدید و فکر میکنید که مردم بیشتر ترغیب میشن که محصولات شما رو بخرن، در حالی که اینطور نیست. اگر بدون دلیل بیایید تخفیف بدید، ارزش کار شما و ارزش محصول شما در ذهن آدما خیلی پایین میاد. چاره کار چیه؟ اگر میخواید هم تخفیف بدید، هم یک فروش زیادی رو تجربه کنید، هم محصولتون ارزشمند بمونه، اینه که یک دلیل بدید و دلیلی که میدید لازم نیست حتما درست باشه یا منطقی باشه یا حتما دلیل خیلی خیلی خاصی باشه. مثلا شرکت رنو گفت چون یه خش کوچکی هست. خب یه خش کوچکه دیگه، چرا باید $500 شما تخفیف بدید؟ ولی انسان‌ها وقتی یک دلیل بهشون میدید، هر چند غیر منطقی، خیلی راحت‌تر از شما میپذیرن. حالا شما چطور میتونید از این روش استفاده کنید؟ ما در ایران یا در هر کجای دنیا که هستید یه سری مناسبت‌های خاص داریم. یکی از دلایلی که میتونید تخفیف بدید و جشنواره به اصطلاح بذارید همین مناسبت‌ها هستن. مثلا به مناسبت عید نوروز، حالا افرادی که مشتریانشون قشر مذهبی‌تر جامعه هستن، به مناسبت ماه رمضان ما یک تخفیف ویژه داریم. به مناسبت بلک فرایدی، به مناسبت سال جدید میلادی، به مناسبت عید قربان، هر مناسبتی، هر دلیلی، هر چقدر ساده، هر چقدر غیر منطقی اگر بدید، باز انسان‌ها وقتی بهشون دلیل میدید که میگید به خاطر این دلیل ما به شما تخفیف میدیم، خیلی راحت تر از شما میپذیرن و خریدشون رو انجام میدن. اگر دلیل ندید، تنها سیگنالی که ارسال میکنید اینه که محصولات ما و خدمات ما بی‌ارزشه.
پس شما هر کسب و کاری که دارید چطور میتونید از این ترفند روانشناسی استفاده کنید؟ یه سری دلایل، سری مناسبت‌های خاص وجود دارن. اونجا بیاید جشنواره بذارید، اونجا بیاید کمپین بذارید که به خاطر فلان مناسبت ما مثلا 10% تخفیف روی تمام محصولاتمون داریم و انسان‌ها خیلی ترغیب میشن که اینجوری بیشتر ازتون خرید کنن. چرا؟ چون میدونن که این مناسبت در آینده نخواهد بود. یعنی میدونن که شما مثلا به مناسبت نوروز اومدید تخفیف دادید، تا سال بعد نوروزی در کار نیست و این تخفیف محدوده و اگر الان خریدشون رو تکمیل نکنن این فرصت رو از دست میدن. به همین خاطر تردید رو کنار میذارن و خریدشون رو نهایی میکنن. حالا این یک بخش خیلی کوچکی از نحوه برگزاری جشنواره و کمپین های فروشه. اگر دوست دارید درباره کمپین خیلی بیشتر بدونید و بدونید که چطور میتونید فروشتون رو بین 5 تا 10 برابر کنید، توی اینستاگرام به من پیام بدید، بازخورد بدید که درباره این موضوع هم براتون یک آموزش بسازم. فعلا تا آموزش‌های بعدی بدرود.